خانم ها آقایان، توجه. مخترین ایرانی اخیراً یه مانتوی هوشمند ساختند. آستین ها و دامن این مانتوی بسیار کوتاه آخرین بشکه 20 لیتری نفت ایران با حضور جمعی از مقامات بلندپایه کشور به موزه آثار ملی ایران اهدا شد. نسل اندیشه سبز تقدیم می‌کند. آغاز سال 1500 هجری شمسی. بله، این همون فیلمیه که بعضی از شما 4 سال منتظر نمایش شد. سبزی قرمه، سبزی کوکو، سبزی کتلت کیلو 17 میلیون. سلام، خوش اومدید. خوش آمدید به تهران 108 سال بعد. تهران 1500. شما خانمه؟ نازی هست. بانو هدیه تهرانی. بهم بگو نازی جواد. بهرام رادان. تبارک الله احسن الخالقین. آقایی بشاد ردیفه. محمد رضا شریفی نیا. حیرون موندم اون شب از دست نیرو انتظامی چجوری در رفته. خانم گوهر خیراندیش. همیشه میگفت تا قاسمون باز شده فقط یه زن از توش افتاده خوام گوهر. تمام جوونای محل عاشقم بودن. سرکار خانم مهتاب نصیرپور. دختر خوب چیزی بود، فقط این پسر قزبیت که بود باها. حبیب رضا. بسی خرسندم از دیدارتان. در دنبال تاکسی کرایه بدیدم چند ماشین اونجا قطار. حسام نواب صفوی. سگ ربات که دیگه نجس و پاک نداره. و مهران مدیر با شرکت یه بازیگر بین المللی. ربابه نه، رباتی. ربابتی فکر بد نکنید، آدم که نیست، ربات. وقت زیادی نداریم، بهتر نیستی که بریم سر اصل مطلب. یک جوان خوشتیپ با مرام میخواد با یه دختر معصوم سر و ساده که صدها میلیارد تومن پول از پدر بزرگ بدبختش ارث میبره ازدواج کنه. پدر بزرگم وقت رفتنش. کجا انشالله؟ شما تنهایی؟ بله. آره. اون پتو چیه جلو خودت گرفتی؟ بندازه. میدونی سرمایه این دختره میتونه زندگیمون رو زیر و رو کنه. باور کنین قصد من فقط ازدواجه. این کمترین هدیه رو از من بپذیر. البته این تهرانی که میبینید تنها تصورات کارگردانی است که افکارش در همه زمینه‌ها عجیب و غریب است. همونطور که میبینید در فیلم انیمیشن میشه بعضی قواعد رو به راحتی زیر پا. برادران و خواهران محرم و نامحرم لطفاً فاصله قانونی را حفظ فرمایید. این آقای نامحسوسم که همیشه همه جا هست. اما مثل اینکه بعضی قواعد نباید زیر پا گذاشت. قصه عینه‌هو فیلم فارسیای قدیم. شاید، ولی کیه که بتونه حرف ایشونو باور کنه؟ تهران 1500، فیلمی از خالق سیاساکتی و داوود خطر. فعلا منتظر باشید.